سلام بر هموطنان عزیزم. من ترانه حقیقت هستم، دختر عبدالرفیع حقیقت، مورخ، شاعر و پژوهنده. پدر من چون مدتی در بستر بیماری بوده و الان هم نمیتونه دیگه شعر بگه، کتاب بنویسه و چون عاشق وطن بوده و تمام تلاشش وقف ملت ایران و فرهنگ ایران بوده، همیشه دوست داشته که بتونه خدمت کنه به این مملکت. من تصمیم گرفتم که برای مدتی تا اونجایی که توانایی داشته باشم شعرهای پدر رو خودم بخونم که این شعرها ماندگار در تاریخ و افکار مردم باشه. خیلی خوشحالم که باتون ارتباط برقرار میکنم. امیدوارم از شعر پدرم که برای حافظ گفته در آرامگاه حافظ به نام همراز خوشتون بیاد. حافظا خیز که همراز تو باز آمده است، به تولای تو از